سلام دوستان، سلام خوش اومدین به یه قسمت دیگه استانبول. امروز میخوایم هوندا سیویک 2001 تعویض روغن کنیم. متاسفانه اون سالی که این ماشین ها بسیار توی بورس بودن هیچ کدوم از اینا ایران نیومد، اما خب شاید گفتم براتون جالب باشه. طبق معمول فیلتر اوریجینال هوندا رو از هوندا گرفتیم، کد فیلتر، اضافه واشر و روغن موتور کسترول H5W30. متاسفانه خیلی تعویض فیلتر روغن این خودروها راحت نیست. بیشتر دلیلش اینه که جای فیلتر روغن بسیار جای بدیه. اگر بخوایم برین زیر ماشین، اگر ماشین رو میزنید روی جک های تعمیرگاهی که خب یا اینکه چال هست، این خیلی راحت تره، چون که فیلتر عملا این پایین پشت ایرباکس اون پایین هست، توی سینه موتور قرار گرفته. اتفاقا این خودرو الان فیلترش هم خیلی صفر نبوده و روغن ریزی از سر فیلتر برم زده. کدم برای که ماشین بزنید روی جک، این وسط یه جای جک داره، سرشاسی ها اون طرف هست. من اینجا فقط جک رو برای اطمینان گذاشتم، ماشین رو گذاشتم روی استند، همین جای جکش هست و میریم روی تعویض روغن. خب اومدیم زیر ماشین. همینجور که میبینید هوندا برامون قشنگ علامت زده که انجین اویل از این پیچ 17 میلیمتری خارج میشه و الان دقیق نگاه کنید اون بالا فیلتر روغن رو هم میبینید. خب چیز آماده کردیم، از الان باز میکنیم و تخلیه روغن رو انجام میدیم. خب خواستم که بهتون نشون بدم که حتما مطمئن شین واشر در اومده و به موتور نچسبیده. وقتی که اون پیچ مخزن روغن رو باز میکنی، الان این واشر قدیمیش هست، ببینید که مقدار فشرده شده و باید عوض شه. با فیلتر جدید همیشه، حالا اگر اوریجینال بگیرید، واشر نو میاد، واشر رو میذاریم روشو، میریم که ببینیم روغن خالی شده یا نه. خب دیگه تقریبا داره تخلیه میشه و به چک افتاده. پیچ رو میبندیم و میریم برای تعویض فیلتر. همیشه اول با دست ببندید، مخصوصا توی زاویه که من الان دارم کار میکنم. خب همون چک بهتون گفتم، خیلی جای فیلتر روغن این خودرو بدجاست. همونطور که میبینید این الان واشر پیچ مخزن روغنه که باز کردیم و بستیم و فیلتر اونجاست. حالا من اومدم و روی اون یک آچار رو گذاشتم، اندازه ای که بتونم راحت بازش کنم. خب بریم باز کنیم. امیدوارم که خیلی روغن نیاد بیرون، چون که خیلی سخت هستم. یک مقداری از روغن که تخلیه کردی رو فقط بمالید دور این واشر فیلتر، به اندازه‌ای که وقتی که میخواین دوباره بازش کنین به موتور نچسبه. بریم که عوض کنیم. خب گفتم که بیاین که یه خورده از اینجا ببینید که وضعیت به چه شکل است. خیلی بدجاست، ولی خب الان میبینید فیلتر رو بعد از حالا اون حموم روغنی که گرفتیم
فقط این فیلتر جدید هست، فیلتر جدید بستم روش. میبینید که فیلتر قبلی مقدار شل بوده و یه مقدار روغن ریزی هم زده ماشین. حالا اینا رو تمیز میکنیم که دفعه دیگه اگر روغن ریزی داشت بتونیم بیشتر چک کنیم. خب این فیلتر خیلی نمیخواد سفت بشه کلن. اون به حساب گشتاور آچار گشتاورمون باید تنظیم باشه روی 10. خب با توجه به اینکه این یه مقدار روغن ریزی من یه ذره سفت‌ترش کردم. بعد از این دیگه آماده ایم برای که روغن رو بریزیم تو ماشین رو روشن کنیم. خب روغنی که توی خودرو می‌ریزیم روغن کسرال H5W30 هست برای استرالیا. بسیار روغن خوبیه برای دمای خشک و گرم استرالیا. اما خب میگن که معمولا وقتی که موتور یه مقداری قدیمی میشه بهتره که اون 5 رو بکنید 5 رو بکنید 10. ولی خب حالا تجربه روی این ماشین ها نشون داده که اگر روغن ریزی ندارن احتیاجی نیست زیاد کنین. اتفاقا باعث این میشه که توی هوای گرم و هوای سرد بهتر کار کنه. 3 لیتر و نیم تقریبا 3 لیتر و 400 روغن میخواد با توجه به اینکه فیلتر عوض کردیم و میریم که شروع کنیم. اگر که نگاه کنیم بعد از تعویض روغن میزانش که بتونه فوکوس کنه دوربین میزانش عالی هست، دقیقا یک مقدار زیر حد ماکسیموم که همونیه که ما میخوایم. این هم از تعویض روغن هوندا سیویک 2001 با موتور D1782 تا DIY یا تعویض روغن خودمونی دیگه. همه تون رو به خدای بزرگ میسپارم.